سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. هشتم روز پیروزی ملت افغانستان و نماد فروپاشی یک پروژه فکری، ایدئولوژیک و سیاسی در کشور. کشته و زخمی شدن نزدیک به 100 تن در پی حملات موشکی رژیم پاکستان در ولایت کنر. و صدر اعظم آلمان میگوید که آمریکا در جنگ ایران تحقیر شده است. امروز سه‌شنبه 8 ماه اسار سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. 48 سال پیش در 7 اسار 1357 هجری شمسی شماری از کمونیست‌های وابسته به بیگانگان در افغانستان کودتا کردند که سبب بروز فاجعه ها و بدبختی های فراوان در کشور گردید. این چهره‌های وابسته در برابر مقدسات، ارزش‌های اسلامی مردم مسلمان و مجاهد افغانستان دست به جنایت زدند. اما ملت مسلمان و مجاهد افغانستان در برابر تفکر کمونیستی و اعمال آن قیام کردند و این مبارزه جهادی با قربانی‌های بی‌سابقه همراه بود. در جریان این مبارزه سخت و طولانی مردم مسلمان و مجاهد افغانستان تلفات سنگینی را متحمل شدند. نزدیک به 1.5 میلیون افغان شهید شدند و میلیون ها تن دیگر به مشکلات گوناگون روبرو گردید. سرانجام پس از 14 سال پدیده شوم کمونیسم و نیروهای اشغالگر شوروی در کشور شکست خوردند و ملت مجاهد افغانستان توانستند آخرین اراده کمونیستی را سرنگون کردند و کشور را به گونه کامل آزاد سازند. رژیم نظامی پاکستان پس از 4 روز گذشته مناطق در اسدآباد و ولسوالی منیره ولایت کنر را با هاوان و موشک هدف قرار داده است. معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان این حملات را جنایت جنگی نابخشودنی دانسته و آن را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها شمار تلفات این حملات در اسدآباد مرکز ولایت کنر و شماری از ولسوالی‌های دیگر به 94 نفر رسیده است. قاری مظفر مخلص رئیس ساعت عامه ولایت کنر میگوید که تا اکنون 85 زخمی و اجساد 7 شهید به شفاخانه مرکزی این ولایت منتقل شده‌اند که شامل کودکان، زنان و شماری از محصلان پوهنتون سید جمال الدین افغان می باشد. و گفته وی این آمار نهایی نیست و ممکن است هر لحظه تغییر کند. آقای مخلص می‌افزاید که افزون بر اسدآباد ساحات مسکونی در ولسوالی‌های سرکانو، دانگام، شلتنه و منیر نیز مورد حملات قرار گرفتند که بیشتر قربانیان آن را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد. از سوی هم باشندگان ولایت کنر می‌گوید که در این حملات خانواده‌های غیر نظامیان و مراکز تعلیمی نیز هدف قرار گرفتند. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای یک سفر رسمی وارد کابل شده است. وزارت امور خارجه میگوید که آقای کابولوف امروز با وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان و دیگر مقامات در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و دیگر موارد دیدار و گفتگو خواهد کرد. و در آخرین خبر فردریش مرتز صدر اعظم آلمان گفته که ایران در جریان درگیری‌های اخیر با آمریکا مقاوم‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شده و این کشور را تحقیر کرده است. آقای مرتز با اشاره به وضعیت جاری تاکید کرده است که آمریکا فاقد یک راهبرد روشن برای خروج از بحران ایران است و این موضوع می‌تواند به تشدید تنش‌ها منجر شود. صدر اعظم آلمان همچنان گفته است که ایران توانسته در این رویارویی فشار قابل توجهی بر آمریکا وارد کند و در عرصه سیاسی و راهبردی دست بالایی داشته باشد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.